انسان باید امیدوار باشه به رحمت رب العالمین. نگو من خیلی گناه کردم، نجس شدم، آلوده شدم. 2 نفر حق ندارن این حرفو بزنن. یکی خودت حق نداری به خودت بگی من دیگه نجس شدم، پلید شدم، خدا منو نمیبخشه. حرام کسی بندی از بندگان خدا به خودش این حرفو بزنه، حرام، ممنوعه. نفر دومم کسی حق نداره به کسی بگه من حق ندارم به تو بگم. اگر یک مست سکرانی تو کوچی دیدم که عربده داره میکشه، حق ندارم ای نجس پلید پست، خدا تو رو نمیبخشه. هر لحظه احتمال داره اون فردا توبه بکنه، من برم جای اون بیاد جای من. این جرأت رو به خودتون ندید که به کسی با 4 رکعت نمازت بگی خدا فلانی رو نمیبخشه، حتی که همیشه سکرانه. اگه دوستش دارید تلاش بکن که